رفیقم داشت دکانی و من کنکور میدادم، به امثال خودم هی اشتیاق و شور میدادم. حسن هی پول پارو کرد و من هی پول میدادم. سونا میرفت با ماساژ و من بخور میدادم. حسن هر عید لندن بود و من از فقر اسمم را فقط به کاروان راهیان نور میدادم. فراری گشت از خدمت، به او خدمت فروشی شد و من سرباز گشتم، پست های واقعا ناجور میدادم. من در پارتی با داف و دوفه زهرماری خورد و من خدمت به محمد قیمه با کافور میدادم. حسن با حقوق بازی مالیاتش را دو در میکرد و من اندازه یک تاجر مشهور میدادم. آنجا منزوی گشتم، گمان کردند دانایم، ولی الان میفهمم به خر هم سور میدادم. اگر میشد که برگردم به آن سیستم که درسم داد، به طور